با نام خدا یاد خدا. سلام دوستان عزیز، من حکیمی هستم از آلمان. خوش آمدید به برنامه نوبتی خودتان. خدا کنه در هر گوشه دنیا باشید. پیش از همه صحت و سلامت و دور تشویش های روزگار. دوستان عزیز، چنانچه میدونید سلسله برنامه های ما از شهرهای مختلفی آلمان ادامه دارد و در این برنامه میخوام درباره یکی از جایهای مقدس یا جایهای زیبای این شهر بهر شما معلومات بدهم که این هم مسجد مرکزی یا مرکز اسلامی شهر کلن باشد. ساختمان این مسجد سال 2009 میلادی آغاز یافت و سال 2018 میلادی به آخر رسید و در 29 سپتامبر سال 2018 میلادی این مسجد از طرف رئیس جمهوری ترکیه آقای رجب اردوغان به افتتاح رسید. در ساختمان این مسجد تقریبا 40 میلیون یورو مصرف شده است که بیشترش را دولت ترکیه و باقی ماندهش را 884 مؤسسه های اسلامی از نقاطهای مختلف جهان سهمگزار بودند. در این مسجد در یک وقت میتونند از 2 تا 4 هزار نمازگزار نمازهای خود را بخوانند. مساحت این مسجد تقریبا 4.5 هزار متر مربع را تشکیل می‌دهد و ناگفتنمان دوستان عزیز در شهر کلن تقریبا 125 تا 130 هزار نفر مسلمان زندگی و فعالیت و کار میکنند. در شهر کلن تقریبا 30 مسجد یا دفترهای اسلامی کار و فعالیت میکنند که این خیلی نشانه نظررس می باشد. دوستان عزیز، این برنامه باید چنانچه که ما پلان داشتیم باید چند روز بعدتر به نوار میرسید چون سلسله برنامه ها خیلی زیاد هستند، لیکن ما شما که در ماه شریف رمضان قرار داریم و گفتم که همین برنامه مخصوص در همین ماه به نشر برسد که دوستان عزیز درباره این مسجد معلومات پیدا کنند و دوستان عزیز بریم با هم تماشا کنیم این برنامه را از نزدیک که خیلی هم جالب و دیدنی هم هست. خیلی زیبا هم هست این مسجد بزرگی شهری کلن. سلام دوستان عزیز، من حکیمی هستم از آلمان. خوش آمدید به برنامه نوزی. امروز برنامه ما برنامه ویژه است چون ما فعلا قرار داریم در صحن یکی از مسجدهای کلانترین شهر کلن و این هم در آمدگاه مرکزیش. نصیب باشه ما میریم خدمت میکنیم، وضو میگیریم، میریم نماز میخونیم و ان شاء الله باز نوارها و سمت‌ها ادامه میدیم. دیگه دوستان عزیز با کانال ما سر بزنید، کانال ما را سابسکرایب کنید و ابونه کنید و زنگوله دایمی را همیشه فعال بسازید تا که بیننده‌های جالبی و رنگین‌های ما بگردید. دیگه باقی بریم با هم مسجد در داخل مسجد چی هست. خب دوستان عزیز، سیرگشت ما پیاده‌اش اینجا تمام شد و میریم دیگه طرف‌های شهر و نصیب باشه ما می‌خوایم بریم این مسجد شهر ما نوار بکشیم که بریم در مسجد میتونیم میمونن سیام که کردن نمیمونن شما نمیدونم و بریم که طرف مسجد این طرف های شهر نبرج نگرفتی که گرفتیم خطی وگزال کلیسای سیاه و میریم در طرف های دیگه شهر. با ما بیمونید تا آخر برنامه را. دوستان عزیز، این هم دیگه کوچه و خیابان های دیگر شهر پایم زیر زمینی شهر و میریم دیگه طرف ها و کوچه های این اگلومرات کلان. خیلی شهر کلان در شهر بچه ها دوستان، شهر کلن خیلی هم زیبا و دیدنی هم بوده است. او طرف ده چی بوده است؟ باش نه همی شهر پشت درخت ها دایخه اگر با پیشتر بریم میگیریمش. دوستان عزیز، چون گفتیم اینجا هم تلباش نه شهر در پشت همی ساختمان ها جایگیر شده است و ما میریم دیگه سمت ها. این نزدیکی اما تلباش نشدیم. این موسبش خیلی موسیقی جالب هم هست در بالای دریا. این ابی موار که دریا بارو باری راه ہے، خیلی دریا پست ہے، ای بلند ہے و ایم اما چه گفتیم تلباش نه.
او حرفی ته هم متزوجه ته او چی سپانسری کمانده باواریا کدام تلی موبایل چی های دوستان عزیز ما طرف مسجد رفتیم از امی تلباش تا مسجد در جی پی اس 600 متر نشون داده است و خدا کنه که یک مورا مونان سیام کنیم مسجد بیام شرکتی تی بدست تی موبایلی آلمان که سپانسری اساسی تیم کمانده بایر مونیخ ہے یا که باواریا ہے باواریای میونخن دوستان اینم صحن بیرونی مسجد نه مسجد ببینین ماشاءالله رسیدیم انشالله به بنده مسجد و ما میریم اصلا ای طرفش از درآمدگاهش میمونه نه ما میام دیگه طرف مسجد میام دیگه درآمدگاهش درآمدگاه مرکزیش باشه خب یعنی مشکل میمونیم پارکینگ میکنیم انشالله میریم داخل مسجد این هم یکی از دیگه کوچه های نزدیک مسجد شهر کیل و گوشه گفتی گپا مسجد تافته ایستاده است یا نمایان است ببینید دوستان این هم مسجد کوچه ای که با پهلوی مسجد نگذارد یعنی اینجا در پهلوی مسجد با چی هم بده است؟ زاپرافکا دوستان عزیز این هم نمود ظاهری مسجد مرکزی شهر کیل خیلی مشهور هم هست و خیلی هم زیبا هم هست انشالله ما میریم درونش چند عکس نوار اگر اجازه بودن ای درون هم میگیریم بیان بینید دوستان نزدیکی چی میگن برج تلویزیون یا همون تلباش نه همین شهر بوده تی موبایل یعنی شرکتی سپانسری کمانده بایر مونیخ یا باواریای میونخن خب به هر صورت میریم طرف مسجد برادرها البته این طرف هم بینید دیگه ساختمان ها و چی میگن دفتر آفیس ها در طرف هم هست روبروی مسجد خیلی در جای مناسب جای زیبای شهر این مسجد ساخته شده است این نمی ساختمان همش ساختمانی مسجد های در اینجا درام مغازه های مدرسه های نمیفهم درس های قرآن های مسجد زنانه و مردانه های همه چیزا خلاصه کرد در اینجا بخش گذاری کرده شده است اینم مسجد مرکزی شهر کیل بالا صورتی محتوای فالو میسیز چی میگن نیمه محتوا این طرف هم جای رستوران و دکان ها و جاهای دفترهای این مرکز این خیلی زیبا و دیدنی دوستان عزیز ما میده واردی مسجد میشیم و نگفتن امانه دوستان در این مسجد چی میگن گردشگرها و سیاحان هم زیاد میان اینجا فرق نداره برای داخل شدن همه اجازه دارن داخل شوند
اینم صحنه بیرونی مسجد. این درآمدگاه مرکزی. دوستان عزیز جای وضو کردن یا که جای طهارت کردن و این طرف هم در پهلوی مسجد استادیوم فوتبال است که فعلا ولی فوتبال هستش. قدم دو کماندا دو تیم بازی دارن با هم و خیلی جای دیدنی و زیبا و این خیلی باشنایی مثل جای رادیو و تلویزیون شهر کیون. دوستان عزیز چنانچه گفتیم ما در فعلا قرار داریم در شهر خیالون در مسجد مرکزی. هم مسجدی است دوستان و جالبی در چی بود اینجا یک چند دانه زنها بودن از خارجی ها مثلا از دیگه دولت ها بودن یا که از آلمانیا خودی آلمانیا و اینجا هم چندین سیاح دیگه هم گردشگر هست. جالبی در چی است اینها هم وقت وارد مسجد میشوند حجاب میکنن لباس مثلا مسلمانی را به جا میارن مثلا قدر عزتی هم مسلمان ها را به جا میارن در سرای خود حجاب میکنن و اون ببینید دوستان عزیز دو تا درون رفته است برای تماشا کردن مسجد. ببینید خیلی جالب هم است یک مقدسات یک دینی دیگه و یک مذهبی دیگر را مثلا پاس داشتن یا مثلا حرمت ایجاد کردن خیلی فرهنگی بالا کار داره و این هم در شهر کیلن آلمان ما ایستا دیدم خیلی جالب و اینجا نمازگزاران زیاد هستن و از نمازگزاران کده گردشگرها هم کم نیستن. اینا ببینید یا شام اومدن اونا شارفو گفتن دیگه گفتن و سر میپیچن میرن تماشا. اینا دوستان ما نصیب باشه در مسجد نماز پیشین و عصر خواندیم اینجا برآمدیم در صحنه بودیم. این مردم میبینید اینا همه گردشگر و مردم غیر مسلمانان میدونن اونجا چه مالچه ها موندگی در سراشون میدادن حجاب میکنن میدونن تماشا میکنن حتی در وقت نماز خواندن ما هم در برامو چخ بودن تماشا میکردن هم ویدیو و عکسشون هم میگفتن. ببینید مسجد ببینید وقتی که صحنه ها رو میبینی حالچه را خیلی خوشحال میشه که دیگه مردم هم دین های ما چی دارن توجه به دین ما دارن توجه به فرهنگ ما دارن. هم در صحنه مسجد شهر کیلن آلمان. دوستان عزیز هم مسجد مرکزی شهر کیلن
این دوستان عزیز صحن بیرون میشه. این هم درآمدگاه مرکزی و از این طرف مسجد خیلی چی میگن ستونهای خیلی هم بلند ساخته شده. یکی این طرفش دیگه چون گفتیم در نزدیکی چی بوده تلویزیون نمی شهر تلویزیون هم صحن بیرونیش. دوستان عزیز این هم صحن بیرونی مسجد. اینجا هم همو جای اعلانات جای چی تلویزیونی همین مسجد. در این مسجد دوستان عزیز چندین بخش ها هستند. بخش های مثلا درس، مدرسه، درس قرآن و حساب بعضی کروژاک ها و شوی که در اینجا دیده می شوند و خیلی مسجد هم کلان هم است، خیلی زیبا و دیدنی و ماه رمضان هم هست و ما میریم طرفی مغازه هایی که اکسسوار میفروشن سیمبول های همی مسجد نصیب باشه برای تحفه برای دوستان میگیریم. این میریم دوستان این لیفتی مسجد تا دیگه پاز ایستگاه همه برای اینجا چی هم هست. ما میریم طرفی مغازه های این مسجد. خب چنانچه دوستان گفتیم در این مسجد چندین مغازه و چیزهای دیگر هم وجود داره بغل مدرسه و درس های قرآن. در اینجا هم رستوران هم بوده است، رستوران های حلال و او طرف هم همچنان و انشالله اینجا هم کدام فیلیالی بانک هم بوده است، بانک اسلامی و او طرف هم این طرف رستوران، این طرف هم همچنان رستوران فست فود حلال. اینجا انواع چندین رستوران ها بوده و مغازه های لباس هم هست، مغازه های لباس هم، مغازه های کتاب و چندین و اینجا دفتری کدام شرکتی هواپیمایی هم بوده است، ترکیش ایر، لفهانا امریکایی و آلمانی و عربستان سعودی عربیه چیشان بوده است. نمایندگی چیشان چی میگن نمایندگی شرکت های هواپیمایی. فایده چندین گفتیم مغازه ها و رستوران های دیگر و جالبی دیگر در چی است در پهلوی مسجد دوستان ما میبریم یک استادیوم دیگر هم هست، استادیوم کلان. اینجا بازی هم شده است رفته است، خیلی باحال و زیبا. این صحن مسجد خواهد گفتیم دوستان نزدیکی تلویزیون های این مسجد و این فوتبالیستا که از بعد قدم بازی شروع شود بین سرخپوش ها و سفید پوش ها. خب این هم جای ایستگاهی ویلیکا یا که برای سفید ها و این هم دوستان عزیز از این طرفی مسجد طبقه پایان است و باز از طبقه دیگر هست طبقه پارکینگ از این پایان تر. این مغازه طبقه جای خوردنی با و لباس و کتاب و دیگر. اینجا شرکت های چی ازبکستان مایکستان. این هم سمرقند بخارا دوستان عزیز گردشگری میتونه که از اینجا و تمامی سیاره پرواز کنید. این هم پراگا یا پایتخت چخیا. خب اینجا هم چای ترکی اصلا برادرها بسیار در این مردمی ترک زبان زیاد است و با نام مسجد ترکی هم مشهور است در اینجا. و این لوسترا را بینیم، لوسترای اسلامی. فعلا قریبی شام است و نصیب باشه افطار هم نزدیک است.